با سلام به علمای ترکیده، طلبه های لیده، ولایت مدار. آقا این روزا هوا خیلی پسه، اوضاع خیلی خیته. میری سمت بسیج شر شر، میری سمت سپاه خر خر، میری تو حوزه زر و زر. هیچکی به فکر ابا و عمام ما نیست. خودمون باید دست به جنبونیم. هر حجت اسلامی باید یه پا بروسلی بشه، هر آیت اللهی باید یه پا چکی چان بشه. جای درس خارج و مکاسب و این حرفا کاتای پرنده یاد بگیرید. اوضاع خیلی سیته. قبل شماها عظما خودش رفت کلاس دفاع شخصی. مربیشو باید میدیدی، هرکول بود. اونم چه هرکولی، هر کولش دامت برکاتو. دماغشو دست میزدی قضروف نداشت. شیکمش عین او سرا امیر حضور تهران بود. تیپ که میزد 4 تا لشکر توپخونه قبض سنگین شروع میکردن به سنبه زدن. هر خلاصه مربی اومد. عظما بهش گفت حاجی جسم ناقص منو کامل کن. طرف گفت ای به چشم. اول از سر و شونه شروع میکنیم تا اومدن کتفو گرم کنن. یهو خبر اومد سلیمانی رو تو بابلسل دراز کردن. عظما شل کرد. مربی گفت عظما صفر کن. عظما گفت نمیشه. مربی گفت باشه بریم جلو بازو. تا اومدن شروع کنن خبر اومد پلیس رو تو سرابان زدن. عظما شل کرد. مربی گفت عظما جان مادر صفر کن. دید نمیشه. رفت سراغ دوقلو صاف. خبر اومد یه سپاهی رو ترکوندن. عظما نشست رو زمین. رفتن رو شکم کار کنن. خبر اومد جسد یه آخونده تو ساحل پیدا شده. عظما تاش شد. اینجا دیگه مربی هم شل کرد. مربی برگشت گفت عظما خیلی وضعیت بیریخ شده، بیا جای ورزش تکنیکی بریم تو کار گاز پیکنیکی. هیچی دیگه. کلاس دفاع شخصی تبدیل شد به بساط سیخی و فضانوردی. اوضاع خیلی خیته علما. دفاع شخصی هم جواب نداره. سوراخ موشو بچسبید که کار از این حرفا گذشته.